یه دونه پنل کولر بخاری لودر 420 هست که البته با 470 و 380 اغلب مدل خط 3 لودرای کوماتسو یکی هست که همکارا از بوشهر فرستادن. اینو من باز کردم، وضعیت بسیار بدی داره، یعنی خود برد الان دقت کنید اگه مشخص باشه اینجا پوسیدگی فوق العاده شدیدی توی مناطق داریم که اکثر این پنل ها اینطوری هستن و دور موتوراش کار نمیکنه، دور موتور لوش کار میکنه، پایینش کار میکنه، حتی اکثرش هم هایش هم کار میکنه. دوتا دور موتور وسطی کار نمیکنن، این دوتا مربوط فنشه دور متوسط 1 و متوسط 2 یا M1 و M2 این دوتا کار نمیکنه و دکمه AC هم کار نمیکنه، یعنی خود دکمه کار میکنه ولی ما خروجی نداریم. اینو گذاشتیم رو تستر، خروجی نداریم. حالا باید بیام اینا رو تمیز بکنیم، اتصالات رو درست کنیم، هر چیزی که جایی که قطع یا که اتصال دارین قسمت هم حالا فکر نمی کنم حالا مشاهده کنید شما، ولی خب بیارمش نزدیکتر وضعیتش به این صورت هستش. اینجا باز چند تا قطعات سوختن و تغییر شکل دادن این قسمت، باز اینا همه باید تعویض بشه تک تک اینا طبق اون در واقع بردی که ما داریم. یعنی شماتیک برد رو اینجا من مشاهده کنید، این شماتیکش رو داریم، شماتیک کارخونه، شماتیک برد الکترونیکی توی کارخونه هستش که حالا تمام قسمت ها به تفضیل اینجا وجود دارن. مطابق همین سیستم اینو ما باید تعمیرش کنیم. این الان چکش میکنیم. این لو هست، الان حالت لومون روشنه، حالت M1 مون روشنه، M2 مون روشنه و حالت هایمونه. این هم AC مون هستش که تمام عیوب برطرف شدن. الان AC مون رو میتونیم چک بکنیم از طریق ترموستات رو چک بکنیم. الان ترموستات رو من میبندم، AC باید اتوماتیک وار خاموش بشه، خاموش شد. ترموستات رو باز میکنم، روشن میشه. تمام موتورامون جهت‌ها همگی الان سالم هستن.